ما باز چند سوال دیگه هم در بعد پیش. من مجبور تیم بی فایده تیم قطع دعوا کردن میتونم. من تو کام بی فایده میداره. خوب همشهری میباشین شما خود معرفی میکنین؟ اسم شما؟ میخوای مسلمانیشه؟ نصیده. او چقدر وقت میشه معرفی کردین؟ 4 سال میشه. با خواست خود شما معرفی کردین؟ بعدم داده بود دیگه. نه دیده بودین. شما ندیده بودین؟ نه. وقتی که دیدین باز ناخوش شدین؟ حالا دیگه دیم مجبوری بود در ملک مسافری بود چی میکنیم؟ شما باز کجاستین؟ مزار. از مزار. و این فعلا خانه زیاد خالی شوارد در اخچه است؟ بله. خب با رضایت پدر دیگه شما رو داده باشم. حال چی تصمیم دارین شما؟ میخوایم فیضی جدا شد. جدا شدی؟ با محکمه رفتین؟ به کجا رفتین در قدم اول؟ محکمه رفتیم. محکمه چی فیصله کرد؟ دیگه چیزی نگفت استاد نمیشد یه جایی میگریخت. شوارتون استاد نمیشد؟ دیگه خود تصمیم داری که باید طلاق ده بگیری؟ خب ببخشید پدر جان. دیگه شما نمیخواین که یار طلاق بدین؟ طلاق نمیتیم. اگر ما مجبور میتیم خاطر میں بی فائدہ تھے قریب تھے خطر عدالت دعوی کردن میتونم آمدن خودم اختصاص تھے درو میکنیم نوخان میکنیم خانه را هم ترتیب میکنیم بیا برو مطور فایده پیدا کردن میتونیم ما مجبوریت اگر قانون هم رقم باشه طلاق نمیتیم هم نمیشه بی فایده آمدن نمیتونیم اگر دل خود رو واسه که اگر ما طلاق نمیتیم حکومت اگر آدم گرفته بتونیم بله من آن نگرفتیم. او اگر خانم شما امروز خوش نباشه و او خواهش ازی باشه که باید طلاق برش بدی دیگر هم نداری چطور میکنی؟ نه این موافق ختم نره و ختم موافق نشه و ختم خوشحال گذران نکنه ما عادت بیدار باشم من عادت بیدار هستم مثلا ما را با خودم میکنیم با خاطر ازی که نظام دیگه زندگی برات مشکل میشه کیونکه خوش نباشه زندگی دیگه هم برات سخت میشه مشکل میشه بهتر که نمیست که باید اگه خوش به ایست که طلاق بدی باید بدی شم مشکل که نمیشه که حال غایبان آمده حال مشکل میشه خب دیگه کدوم گفتنی ندارین دیگه چی ندارین قانون هم نتره بگه پیشن که باید قانون تانی نو حالا آمده لاش دیگه خب درست همشیره شما کم سوال ندارین بله گفتنی دارم که من خط خدا بلند بگو سببه گفتنی دارم که من خط خدا بگیرم دیگه خدا سبب نیست که اگر این خط بده با چیز نشه یا خود در زبان خودی جدا چیز خط نشته که با میبینه که اگر دیگه میزنم از این میخوام که خط ما بده دیگه زندگی دیگه نمیکنم خب تشکر